از زبان رسول اکرم صلی الله علیه و سلم عاقل و زرنگ چه کسی است؟ کسی که نفس خود را مطیع کرد، نفس خود را آرام کرد. چون تمام گناهایی که مسلمان و بشر خلق میکنه نفس، همین نفسه که انسان رو تباه، و همین میگه نفس را باید تو در زندان کنی، نفس را باید تو در زندان کنی، آن چی میگوید خلاف آن و نفس که تباه و برباد. اگر یک انسان مؤمن و مسلمان نفس خود را مطیع کرد، نفس به مانند سواری هست، حالا او سواری شتر یا اسب. وقتی زمانی اسب رام زیر پای تو هست، اون شتر سواری زمانی سواری خوب بوده تو رو نمی اندازه، هلاکت نمی کنه که رام بکنه. نفس